حالتون خوب باشه. شما دارید کانال یوتیوب ایمونولوژی رو نگاه میکنید. امروز میخواییم در مورد شماره گذاری اسلاید ها توی نرم افزار پاورپوینت صحبت کنیم. مسئله ای که هست، ممکنه شما در واقع توی شماره گذاری اسلاید ها با حالتی مواجه بشید که اسلاید ها به صورت انگلیسی شماره گذاری بشن و ما میخوایم این کار رو به گونه‌ای انجام بدیم که اسلاید ها به صورت فارسی شماره گذاری بشن. خب من یک پرزنتیشن جدید رو باز میکنم. برای اینکه بتونیم شماره گذاری کنیم 3 تا اسلاید ایجاد میکنم و برای اینکه بتونید حالا این شماره هایی که گذاشته میشه رو به طور واضح ببینید، یک تم رو برای پاورپوینت هم انتخاب میکنم. شما میتونید این کار رو انجام ندید. خب از گزینه اینزرت و اسلاید نامبر برای حالتی که میخوایم شماره گذاری اسلاید انجام بدیم استفاده میکنیم. خب من این گزینه رو میزنم، پنجره جدیدی باز میشه. توی پنجره جدید این گزینه مربوط به اسلاید نامبر هست که تیکش رو میزنیم. گزینه آخر گزینه مهمی است. اگر میخواید که توی اسلاید اولتون یا اسلاید عنوانتون شماره گذاری انجام نشه، این گزینه رو باید فعال کنید. Apply to all که برای همه اسلاید ها میاد این شماره گذاری رو انجام میده. Apply فقط همین اسلایدی که دارید روش کار میکنید و شماره گذاری میکنه. من گزینه Apply to all رو میزنم که برای همه اسلاید ها به جز حالا اسلاید اول شماره گذاری انجام بشه. همینجور که میبینید این شماره گذاری به صورت انگلیسی انجام شده و ما میخوایم این رو برای پرزنتیشن ها یا ارائه های فارسی آماده کنیم که خیلی مطلوب نیست انگلیسی بودنش. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم از تب ویو گزینه اسلاید مستر رو انتخاب میکنیم. خب ما با این قسمت خیلی کاری نداریم. اکثر اسلاید ها از همین دو لی اوت یا چیدمان استفاده میکنن و اینها رو باید ما شماره گذاریشون رو به صورت فارسی انجام بدیم. این قسمت مربوط به شماره گذاری اسلاید هست که حالا ممکنه جای مختلفی از اسلاید قرار داشته باشه با توجه به چیدمان اسلاید هاتون. الان برای این چیدمانی که من انتخاب کردم و این تمی که انتخاب کردم، این بالا آورده این شماره اسلاید. از گزینه ریویو قسمت لنگویج یا زبان set proofing language رو انتخاب میکنیم و گزینه پرژن یا فارسی رو انتخاب میکنیم و دکمه اوکی رو میزنیم. ببینیم که این دو فلش جهتشون عوض میشه و بدین معنیه که زبانشون فارسی شده. برای اسلاید های بعد که به صورت عنوان و متن هست، این کار رو هم باز انجام میدیم. انتخاب میکنیم شماره گذاری اسلاید رو و زبان رو روی فارسی میذاریم و گزینه اوکی رو انتخاب میکنیم. خب فعلا کاری با اسلاید مستر نداریم دیگه. اسلاید مستر رو میبندیم، برمیگردیم میبینیم که همچنان انگلیسی هستن. علتش اینه که قبلا این شماره گذاری ها انجام شده. پس کاری که باید بکنیم دوباره به تب اینزرت میریم، اسلاید نامبر رو انتخاب میکنیم، اپلای تو آل میزنیم که اسلاید نامبر رو برمیداریم و اپلای تو آل میزنیم. دوباره اسلاید نامبر رو انتخاب میکنیم، تیکش رو قرار میدیم و به همین راحتی میبینیم که شماره گذاری اسلاید همون به صورت فارسی انجام شده.
و الان هر اسلاید جدیدی که اضافه کنیم شماره گذاری فارسی خواهد داشت. خب این کاری که ما انجام دادیم برای این بود که شماره گذاری اسلاید ها به صورت فارسی در اسلاید جاری و اسلایدی که از قبل آماده کردیم انجام بشه. برای اینکه بخوایم از این به بعد تمامی اسلاید هایی که میخوایم بسازیم، تمامی ارائه هایی که میخوایم بسازیم، تمامی پرزنتیشن هایی که میخوایم بسازیم شماره گذاری هاشون به صورت خودکار به صورت فارسی باشه، از تب فایل گزینه آپشنز رو انتخاب میکنیم. توی قسمت لنگویج یا زبان قسمت پروفینگ Authoring Languages and Proofing روی گزینه پرژن یا ایران کلیک میکنیم و به عنوان ترجیحمون قرارش میدیم. Set as Preferred یعنی عنوان زبانی که ترجیح میدیم انتخابش میکنیم و توی باکس جدید گزینه Yes رو میزنیم. وقتی که ما اینجا کلیک میکنیم و تایید میکنیم تغییراتمون رو، پنجره جدیدی باز میشه که بهمون میگه که شما برای اینکه این تغییرات رو اعمال کنید نیاز هست که آفیس رو ببندید و دوباره باز کنید. خب من اینجا اوکی میکنم و پنجره رو میبندم و دیگه حالا تغییرات دیگه ای نمیخوام انجام بدم و این اسلاید رو هم نیاز ندارم. گزینه Don't Save رو میزنم. اینجا میام دوباره یک پرزنتیشن جدید رو میسازم و ایجاد میکنم. میخوام ببینم آیا شماره گذاری ها به صورت فارسی انجام میشه یا خیر. دوباره توی قسمت دیزاین یک تم رو انتخاب میکنم که شماره گذاری هایی که انجام میشه مشخص باشه در تصویر. از تب اینزرت گزینه اسلاید نامبر رو انتخاب میکنم. توی باکس جدید دوباره اسلاید نامبر رو میزنم و نمیخوام روی صفحه عنوانم شماره بندازم. خب تغییرات رو اعمال کردیم. گزینه اپلای تو آر رو میزنیم و همونجور که میبینیم شماره گذاری ها به صورت فارسی انجام شده و از این به بعد هر ارائه جدیدی ایجاد کنیم شماره گذاری هاش به صورت فارسی خواهد بود. خب امیدوارم که از این آموزشی که داده شد استفاده لازم آورده باشید. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. با آموزش های بعدی در خدمت شما خواهم بود.